عرض السلام مجدد بینندگان محترم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الله تعالى ونفتخر أن أول برنامجنا في العربية في قناة وصال الفارسية، وفي أول لقاء مع علم من أعلام الدعوة الإسلامية فضيلة الشيخ سعد البريك حفظه الله، وهو غني عن التعريف سواء عبر كتبه أو أشرطته أو برامجه التلفزيونية، والعلم لا يعلم والمعروف لا يعرف. وهذا من فضل الله علينا أن يسر لنا أن يكون أول ضيفنا في أول برنامج عربي في قناة فارسية هو هذا الشيخ الجليل. ونرجو من الله تعالى أن نستفيد من وجوده هنا في لندن طيلة بقائه هنا الأيام القادمة إن شاء الله إذا يسر الله ذلك، وأيضا من الدعاة الآخرين. وهذا البرنامج موجه للعالم العربي، والهدف من البرنامج الاستفادة من الكفاءات العربية من دعاة العرب، والتواصل الثقافي والديني والعقدي بين الفرس والعرب، بين السنة والشيعة. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم، وهذا من دواعي سرورنا وفخرنا بوجودكم هنا. أهلا وسهلا، حياك الله صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أبو المنتصر البلوشي. نسأل الله أن ينفع بجهدكم وجهادكم، وأن يجعل ما قدمتموه فيما مضى وتقدمونه الآن خالصا لوجه الله، وأن ينفع به عباده أجمعين، إنه سميع مجيب. ایشون در جوابش خوش آمد ما خوش آمد میگه و اظهار سرور میکنه که در این برنامه هست. فضيلة الشيخ، نختار موضوع العقل والتوحيد. جميل. ما هي قيمة العقل سيما لدى الموحدين؟ وهل التوحيد والعقل يتناقضان أو هما جناحان لطائر واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أحبتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. حقيقة العقل وعلاقته بالتوحيد وأهمية التوحيد وضرورته إلى العقل مسألة من أجل الموضوعات وأسنى المراتب، ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يهتدي إلى عبادة ربه موحدا خالقه توحيدا سليما من شوائب الشرك والوثنية إلا إذا أكرمه الله عز وجل بعقل يهتدي به إلى دلائل الخلق ودلائل الكون ودلائل الفطرة ودلائل الأمر والنهي ودلالات الخطاب القرآني والخطاب النبوي. ولذلك تميز الذين يعقلون عن الذين لا يعقلون، وتباين الذين يعلمون عن الذين لا يعلمون. وعاتب الله عز وجل أقواما لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، فهم عطلوا حواسهم. بل كما قال تعالى: لو كنا نسمع، لو أخبر سبحانه وتعالى في ردهم وجوابهم فيما هم فيه من البلاء والشقاء، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأولئك لو كانوا على درجة من إعمال العقل وتشغيل العقل والاستفادة من العقل واستغلال العقل الذي أكرمهم الله عز وجل به، لما ضلوا هذا الضلال الذي سلك بهم جادة الشرك وجادة الوثنية وجادة الخروج عن منهج الأنبياء والمرسلين.
إذن من أكرمه الله بالعقل فليعمل هذا العقل وليسخر هذا العقل في أعظم شيء خلق لأجله، ألا وهو توحيد الله، عبادة الله، معرفة الله عز وجل، معرفة ما يجب لله، معرفة رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، معرفة الفخر والعز والكرامة بدين الله عز وجل. الذين أكرمهم الله بإعمال العقول لا تراهم يحيدون عن التوحيد أبدا. الذين أكرمهم الله بالعقول ويعملونها جيدا لا يحيدون عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الذين أكرمهم الله بالعقول يجدون فرحة وعزا وحرية وتحررا من العبودية. صاحب العقل حر، ومن ضيع عقله مستعبد، من باع عقله لغيره مستعبد. أما صاحب العقل فهو حر بفضل الله ومنة الله. لذا فإننا نقول إن اختيار هذا الموضوع، وكما سيأتي في تفاصيل هذا اللقاء، من القضايا المهمة ما يجعلنا نسأل سؤالا واحدا: أرأيتم ذلك الطيار الذي يقود الطائرة، الكابتن البايلوت، ذلك الطيار الذي يقود الطائرة، أليس عقله بلغه منازل الفهم والمعرفة كي يطير بهذه الكتلة الحديدية في السماء؟ الجواب نعم. ذلك الغواص الذي يغوص بالغواصات تحت أعماق البحار، أليس عقله علمه كيف يغوص بهذه الكتلة الضخمة بما فيها ومن فيها تحت أعماق البحار؟ بلى، لو كان عديم العقل لما كان طيارا يحلق في السماء، ولا كان غواصا يجوب أعماق البحار والمحيطات تحت الماء. أرأيت ذلك المهندس الذي يمضي وقتا طويلا من خلال أجهزة محدودة، هذه الأجهزة التي تصورنا الآن وتنقل وجوهنا وأصواتنا وصورنا وكلامنا إليكم، أليست العقول هي التي استطاعت أن تصل إلى هذا الإبداع ثم استفدنا نحن وإياكم منه؟ أليس العقل هو ذلك الذي جعل الطبيب يعرف أمراض الأبدان ليكون حكيما في معرفة الدواء الذي يناسبها؟ إذن العقل الذي صنع الطيار والغواص والمهندس والطبيب، نريد العقل أن يدخل معنا وأن يشاركنا في مسألة العقيدة، في مسألة الإيمان، في مسألة التوحيد. إنك لتعجب من صاحب عقل طيار وغواص ومهندس وطبيب، ولكن إذا جاء الدين وجاءت العقيدة رأيته مقلدا لا يفقه شيئا ولا يحرك عقلا ولا يريد أن يعرف الحقيقة. هذه من المسائل المهمة التي يجب على كل ذي عقل أن يسأل نفسه: عقيدتي التي أنا أعتقدها الآن، هل نفعني عقلي في معرفة أصولها ومعرفة مصادرها ومعرفة غاياتها، أم أنني طبيب وأستاذ مهندس بالعقل؟ أما في الدين والاعتقاد فأنا مقلد معطل مهمل لعقلي، أفعل ما يفعل غيري، كما قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى: وإنا على آثارهم مهتدون. شنوندگان ارجمند، مهمان گرانقدر ما جناب الشیخ سعد بوریک، دکتر سعد بوریک که یک نویسنده مشهوره و یک چهره تلویزیونی مشهوره در دنیای عرب و از دعوتگران مشهوره، در این برنامه راجع به عقل و توحید حرف میزنه. میفرماد کسی که عقل خودشو به کار نبنده قادر به هدایت درست و بندگی درست خداوند و دور بودن از شرک و بتپرستی نخواهد بود، مگر اینکه انسان با عقل سالم خودش خدا را بشناسه، دلالت‌های قرآنی رو بشناسه، دلالت‌های نبوی رو درک کنه که همه اینها به وسیله عقل ممکنه. می‌فرمایند که خداوند جل جلاله و منواله در قرآن کریم
از اقوامی سرزنش کرده، از طوایفی سرزنش کرده که حواس خودشون رو به کار نمیگیرند، عقل خودشون رو به کار نمیبندند. آیه قرآنی رو مثال زد که لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دارند، آیه که بنده همیشه در خدمتتون میخونم، ولی با دلشون نمیفهمند. چشم دارند نمیبینند، گوش دارند نمیشنوند. چرا؟ برای اینکه از گوش خود استفاده نمی کنند، از چشم خود استفاده نمی کنند، از قلب خود استفاده نمی کنند. همه رو تعطیل کردند. تعطیل کردند یعنی چی؟ یعنی در اختیار دیگران گذاشتند. ولذا در روز قیامت از اینکه حواس خودشون را، چشم خودشون را، گوش خودشون را، قلب خودشون را به کار نگرفتن ناراحت میشن. میگن که اگر ما لو كنا نسمع او ناقل، ما اگر میشنیدیم یا تعقل میکردیم اهل دوزخ نمیشدیم، اهل جهنم نمیشدیم. و اگر اونها از عقل خود استفاده میکردن این چنین گمراه نمیشدن، این چنین در شرک و بت پرستی غوطه‌ور نمیشدن. پس کسانی رو که خداوند بهشون عقل داده، که به همه بشر عقل داده، چون این عقلی رو چرا بر دنیای خود به کار میبرند ولی برای شناخت توحید و شناختن حق خداوند و شناختن حق رسول خدا صلی الله علیه و سلم به کار نمیگیرند؟ برای شناخت سنت نبوی، در شناخت توحید الهی اونو به کار نمیگیرند. چرا؟ چون از چنین عقلی برای شناختن و شناساندن عزت و کرامت دین خداوند اونو به کار نمیگیرن. انسان عاقل اونه که از راه پیامبر منحرف نشه، عاقل اونه که غیر خدا رو نخونه. انسان عاقل باید آزاد باشه و انسان آزاد غیر خدا رو نمیخونه. و مثال میزنند که آیا خلبان رو میشناسید؟ آیا به خاطر به کار گرفتن عقلش نیست که یک توده آهن به این عظمت را در آسمان میپرونه؟ این اگر عقلش را تعطیل میکرد میتونست این کاری رو بکنه؟ آیا اون کشتیبان رو میبینی که در اعماق دریا غوطه میخوره؟ آیا این با این عقلش نیست که با این توده چوب و آهن در اعماق دریا غوطه‌ور و شنا میکنه؟ آیا این عقل آدمی نیست که این وسایل ارتباط جمعی رو فراهم کرده که من و شما از گوشه و کنار دنیا با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم؟ عقلی را که پزشک درست میکنه، خلبان درست میکنه، کشتیبان درست میکنه، میخوام از چنین عقلی برای شناخت خداوند استفاده بکنیم، نه اینکه در میدان دنیا از عقل خود استفاده بکنیم ولی در دین مقلد دیگران باشیم. آیا عقل من و شما رو به شناختن اصول دین و باورهای دینی وادار میکنه، غنی میکنه، یا اینکه ما باید مقلد دیگران باشیم و در مورد دین از عقل خود به کار نگیریم؟ یعنی اینو در سبیل انکار به کار میبره. جزاك الله خيرا. إخواني أحبابي، كلكم يعلم أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لأمر عظيم جليل مهم معلوم لا يخفى، ألا وهو قول الله عز وجل في صريح القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما دامت الغاية من خلقنا ونحن من بني الإنسان، وكما تفضل الشيخ آنفا في بيان حديثه في استدلاله بقول الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله خلقنا وجعلنا شعوبا وجعلنا قبائل وآتانا الأسماع والأبصار والأفئدة وأعطانا وأنعم علينا، كل ذلك من أجل ماذا؟ هل خلقنا الله عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟
هل سيتركنا الله سدى هملا لا يحاسبنا لا يسألنا سبحانه وتعالى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما خلق الإنسان لغاية، ألا وهي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل إذا أردنا أن نحضر العقل الآن، إذا كان الهدف الغاية من خلقنا هي أن نعبد الله، فهل يمكن أن يرضي الله عز وجل وهو الذي خلقنا أن نسخر أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وأموالنا لغير عبادة الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا أن يكون الهدف العظيم من خلق الإنسان ومن خلق الكون ومن خلق الخليقة أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يذكر الله وحده فلا ينسى، أن يطاع الله وحده فلا يعصى. هل يعقل أن يخلق الله هذا الإنسان، أنا وأنت والآخر والخلق، يخلقهم الله لعبادته ثم يقول لهم اذهبوا فاعبدوا غيري؟ جعل الله عبادته الصلاة له والركوع والخضوع والسجود له، فهل يرضى الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا لعبادته ومنها الصلاة، ثم يرضى ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي لغيره؟ خلقنا الله لعبادته، من العبادة الطواف بالبيت، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الطواف ببيت الله عز وجل. خلقنا الله لعبادته، من العبادة الطواف ببيت الله، فهل يرضى الله أن يطوف عبده المخلوق أنا وأنت في سائر البقاع والأماكن، في باكستان أو في إيران أو في المغرب أو في مصر أو في السعودية أو في أي بلد، هل يرضى الله أن أحدا يطوف بغير بيت الله سبحانه وتعالى، فيطوف على قبر، يطوف على ضريح، يطوف على مزار؟ أبدا، لأن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له. ومن العبادة الصلاة فلا نصلي لغيره، ومن العبادة الطواف فلا نطوف ببيت أو بقبر إلا البيت الذي أقرنا وأمرنا بالطواف به، كما رأينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يفعل، ألا وهو طوافه ببيت الله. جعل البيت على يساره وطاف 7 أشواط. إذن هذا الطواف عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله في القرآن وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني بمكة. فإذا رأينا مسلما يطوف بقبر ويطوف بضريح ويطوف بمزار، فهل هذه العبادة التي خلقنا الله لها، هل يرضى الله أن نشرك به فنعبده نطوف ببيته، ونشرك به نطوف بقبر واحد من خلقه؟ هل يرضى الله أن نعبده بالصلاة له ثم نصلي لغيره أو نصلي لقبر غيره؟ هل يأمرنا الله أن نعبده بالذبح والنحر من بهيمة الأنعام، فصل لربك وانحر، ذبح الإبل وذبح البقر وذبح الغنم لوجه الله عز وجل؟ ثم هل يعقل أن الله يرضى أن نذبح بهيمة الأنعام لخلقه المخلوقين الضعفاء أحياء أو أمواتا؟ لا يجوز أبدا. إذن العقل يدلنا على أهمية التوحيد وعلى خطورة أمر التوحيد وعلى جلالة شأن التوحيد وعلى سمو منزلة الموحدين. هذا التوحيد الذي من حققه دخل الجنة، ومن أخل به فهو على خطر أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، إذا لم يتب إلى الله ويقلع من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك. الله عز وجل لا يرضى الشرك، الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك ولو كان شيئا قليلا يسيرا جدا جدا. يعني مثلا إنسان يذبح ينحر يوم العيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يذبح في عيد الأضحى 1000 بعير لله، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله، ينحر الإبل هكذا، أو يذبح البقر، يذبح الغنم، بسم الله والله أكبر، بسم الله، يذبحها لمن؟ يذبحها لله.
ثم جاء في آخر النهار وذبح غنمة صغيرة أو خروفا صغيرا أو عناقا صغيرا ذبحه للقبر، قال هذا أذبحه للحسين أو أذبحه لسيدي فلان أو أذبحه لمولانا فلان أو أذبحه للولي الفلان. لا والله ما يجوز، الله لا يقبل أن تذبح له 1000 بعير ثم تذبح لغيره سبحانه عصفورا أو عناقا صغيرة، لا يقبل الله ذلك. لو تطوف ببيت الله 1000 طواف ثم تعود إلى بلدك وتطوف بالقبر طواف واحد، هذا الطواف الواحد يحرق ويحبط ويدمر ويضيع كل الطواف الذي طفته، لأنك طفت لله على بيت الله وطفت لغير الله على قبر واحد من خلق الله. إذا أشركت في الطواف فجعلت شيئا منه لله ولو نسبة 99%، وجعلت ولو شيئا يسيرا قليلا لغير الله، فكان القليل محرقا محبطا لهذا الكثير. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يحبط، ينتهي، يحترق، يرد، لا يقبل. لا يحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا العقل يقول لنا أنه لا يمكن أن الله يخلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم يجعلنا نعبد غيره بأي عبادة نعبدها أو نتعبده سبحانه وتعالى بها. عبدنا الله بالطواف فكل الطواف لله لا يطاف إلا ببيت الله. عبدنا الله بالنحر فكل الذبح والنحر لله ولا يذبح لغيره. عبدنا الله بالاستغاثة، عبدنا الله بالنداء، عبدنا الله بالتضرع، نعبده سبحانه، نرجوه، ندعوه: يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا سميع، يا مجيب، نعبده ندعوه. أما أن أدعو أحدا آخر فأقول: يا مولاي عبد القادر، يا تيجاني، يا بدوي، يا سيدة زينب، أو يا سيد الحسين، أو يا سيد الحسن، أو يا إمام زين العابدين، أو يا فاطمة الزهراء، لا يجوز أبدا. صحيح، مهم جدا أن نعلم أن فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة على العين والرأس رضي الله عنها وأرضاها، أن الإمام علي بن أبي طالب من سادات أهل الجنة، أن الإمام الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، لكن لا نعبدهم من دون الله، لا ندعوهم من دون الله. أقول يا الله ثم أقول يا علي، يا الله يا فاطمة، يا الله يا حسين، يا الله يا حسن، يا الله يا كاظم، يا باقر، يا جعفر، يا رضا، يا عباس، يا صادق. هؤلاء أهل البيت على العين والرأس، نحبهم، نفتخر بهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. لكن أن نعبدهم بالدعاء وندعوهم كما ندعو الله فهذا شرك ومساواة. هذا هو التسويش. معنى الشرك أن تشرك مع الله، أن تجعل أحدا مع الله في التدبير والتصريف والمنزلة. فإذا دعوت، إذا سألت فاسأل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الدابة، وكان معه عبد الله بن عباس الغلام الذكي الصحابي الجليل الواعي الحافظ ترجمان القرآن حبر الأمة بحر العلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل فاطمة رضي الله عنها، إذا سألت فاسأل علي بن أبي طالب، إذا سألت فاسأل الحسين، اسأل العباس، اسأل الصادق، اسأل جعفر، اسأل الحسين. أبدا، قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جزاكم الله خير. می‌فرمایند برادران محبوب من،
همه میدونند که خداوند جن و انس را آفریده که خدا را عبادت کنند. در ترجمه فوری میدونید که حتما کلماتی از قلم خواهد افتاد و از این آیه استشهاد کردند که ما جن انس نیافریدیم مگر اینکه ما رو عبادت کنند، یعنی من خداوند را. مادامی که هدف از خلقت عبادت خداونده و آیا خداوند ما را بیهوده آفریده؟ از این آیه استشهاد میکنند که افحسبتم انا خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید که ما شما را بیهوده آفریدیم؟ خداوند به خاطر هدف و غایت مشخصی ما را خلق کرده، ولی هدف از این خلقت بندگی خداونده، پیروی خداونده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند. عبادت معنی اطاعت، بندگی. اگر هدف انسان، هدف از خلقت عبادت خداونده، آیا خداوند خوشنود میشه که چشم گوش خود را ببندیم یا اونها رو برای غیر خواندن و عبادت غیر خدا به کار بریم؟ هدف از هستی اینه که خداوند عبادت بشه، نه غیر خداوند. عبادت خداوند نماز، همطور که خودش شرع کرده، روزه، حج، زکات، نماز با سجود و رکوع. آیا خداوند راضی میشه که ما بر غیر خداوند نماز بخونیم؟ از جمله عبادت ها طواف خانه خداونده، چرخیدن بر گرد خانه کعبه، این یک عبادت، بندگی است. آیا خداوند راضی میشه که کسانی در ایران، در پاکستان، چه در عربستان یا در جاهای دیگه یا در مغرب یا هر جای دیگه، عبادتی را که خداوند فقط بر طواف خانه خداوند قرار داده، بر غیر خانه خدا طواف کنند، بر قبرها طواف کنند، بر ضریح و مزارها طواف کنند، یعنی این عبادت ها را که خداوند برای خودش مشخص کرده به جای دیگه به کار برند، همچنان که نماز بر غیر خداوند نارواه، طواف بر غیر خداوند هم نارواه، ناجایزه. و طواف خودش یک عبادته. و طهر بیتی للطائفین، خانه من را بر طواف کنندگان پاک بنما. ولیطوفوا بالبیت العتیق، بر این خانه قدیم طواف کنند. اگر مسلمانی را دیدیم که 1000 بار در خانه کعبه طواف کرد، آیا خداوند راضی میشه وقتی که بازگشت به کشور خودش به غیر از خانه خدا را هم طواف کنه؟ آیا خداوند راضی میشه که بر غیر خداوند نماز بخونیم، بر غیرش عبادت بکنیم، صدا بکنیم، قربانی بکنیم، ندا بکنیم، دعا بکنیم؟ همچنان که خداوند عبادت ها رو بر خودش آفریده، طواف هم بر خانه خودش، قربانی رو هم بر خودش. قربانی هم یک عبادته، نباید بر غیر خداوند بشه. و اینجاست که عقل دلالت بر اهمیت توحید میکنه و موحدان. این چنین توحیدی است، توحید بدون شرک. این چنین توحیدی است که کسی اون رو محقق بسازه، اونو به طور کامل انجام بده، شرک نورزه، خداوند وعده جنت بهش داده. خداوند جل جلاله و امنواله از شرک هر چقدر که کوچک هم باشه راضی نمیشه. مثلا اگر ایشون مثال میزنه، شیخ سعد بارک مثال میزنه که اگر انسانی 1000 شتر رو در روز عید قربانی بکنه، 1000 تا شتر قربانی کرد، به فقرا داد، ولی وقتی که بازگشت یک بزغاله کوچک برای این قبر، برای اون قبر، برای علی، بر حسن، بر حسین، بر سید فلان یا مولانا فلان قربانی کنه، خداوند همه قربانیشو نمیپذیره. چرا؟
اگرچه این بزغال کوچکه یا این جوجه کوچکه، ولی اینو با اون 1000 تا شریک کرده و خداوند شرک نمیپذیره. خداوند نمیپذیره که حتی یک گنجشک هم در راه غیر خدا ذبح بشه. و لذا خداوند در قرآن به پیامبر میفرماید که اگر شرک بورزی ليحبطن عملک، عملت را بیهوده میکنه، از بین میبره، میپرانه. انا اغنى شرکا من الشرک، من غنی ترین شریکان از شرک هستم. یعنی 1000 تا رو به من کشی، گنجش که بر دیگران عبادت رو نمیپذیرم. هر کسی که عملی بکند و اشرک فیه غیری، غیر مرا به من شریک کند، ترکته و شرکو، اونو شرکش را ترک کردم، نمیپذیرم. پس هم طواف بر خداوند باشه و هم بقیه شعائر عبادی، هم دعا بر خداوند باشه، نه بر جیلانی، نه بر حسن، نه بر حسین، نه بر فاطمه. درسته که حضرت فاطمه سرور زنان اهل بهشت، حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما سرور جوانان اهل بهشتند، لیکن نباید اونها رو با خداوند شریک کرد. باید گفت یا الله، نباید گفت یا علی، نباید گفت یا حسن یا حسین. و اینها اهل بیت هستند، درست بر سر چشم، ولی اونها رو نباید با خداوند شریک کنیم. نباید در تدبیر این هستی اونها رو با خداوند شریک کنیم یا صفات خدا اونها بدیم. ولذا رسول اکرم علیه السلام وقتی که با حضرت ابن عباس با هم سوار چارپایی بودن، چند کلمه بهش یاد داد. از اون جمله این کلمه بود که اذا سألت فاسأل الله، احفظ الله یحفظک، خدا رو حفظ کن که تو رو حفظ میکنه. یعنی همیشه مراقب خودت باش، بدون که خداوند تو رو میبینه. بعدش اذا سألت فاسأل الله، اگر سوال کردید، دست نیاز برداشتید، از خداوند بخواه. نگفت از علی بخواه، نگفت از حسین بخواه، بلکه فرمود اذا سألت فاسأل الله، اگر سوال کردید از خداوند سوال کن. اذا استعنت فاستعن بالله، اگر کمک طلبیدید، استعانت طلبیدید، یار طلبیدید، یاور طلبیدید، مدد طلبیدید، از خداوند بخواه. و بعد این حدیث شریف خوند که اگر انسانی، اگر جن و انس جمع بشند، بدون که اگر جن و انس جمع بشند که به ضرر برسونند، نمیتونند مگر که خداوند بخواد. و اگر جن و انس جمع بشند که به نفع برسونند، مگر که خداوند بخواد. دوستان محترم، 25 دقیقه بعد تلفن ها رو باز میکنیم ان شاء الله. سال جواز استودیو شروع میکنیم، بعد هم به تلفن ها میرسیم 25 دقیقه بعد. اینا بخواد. ما زلنا نتحدث في دور العقل ومكانة العقل التي تجعل المسلم والمسلمة يستبصر الحقيقة ويعرف مراد الله عز وجل ويعرف مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إخواني أخواتي، دعونا نسأل، لو كان الشرك أمرا جائزا، لو كان الإنسان يجوز له أن يعظم غير الله سبحانه وتعالى فيما هو من العبادات التي لا تجوز إلا لله. هناك تعظيم نوعان، التعظيم نوعان، تعظيم بأمور لا تجوز إلا لله، نعظم الله بالسجود له، بالصلاة له، نعظم الله بالطواف ببيته، نعظم الله بالذبح له والنحر له، نعظم الله بدعائه، بالاستغاثة به سبحانه وتعالى، بمناجاته، نعظم الله بكل عبادة شرعها الله لنا وشرعها نبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهناك تعظيم آخر لمن لهم الحق والقدر العظيم، لكن هذا التعظيم لا يصل إلى درجة تعظيم الله سبحانه وتعالى. فنحن نعظم رسول الله
تعظيما فوق أي واحد من الناس، حتى الصحابة وحتى آل البيت. رسول الله له درجة في التعظيم أعظم من هؤلاء. لكن هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظمه بنفس درجة تعظيمنا لله؟ نحن نعظم الله بالسجود لله، فهل نعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالسجود له؟ أبدا. إن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقال: يا رسول الله، لو تركتنا أو أذنت لنا أن نسجد لك كما تسجد الأعاجم أو غيرهم لملوكهم. فقال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فما قال هذا تعظيم يليق بي، اسجدوا لي بارك الله فيكم يا صحابتي، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هو صلى الله عليه وسلم يعرف قدر نفسه، يعرف منزلة نفسه، يعرف مكانته عند الله، يعرف درجته بين رسل الله وأنبياء الله، فهو من الأنبياء والمرسلين، بل هو من أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بل هو سيد الأنبياء جميعا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فرسول الله له درجة في التعظيم، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن نعظمه بالعبادة التي نعظم الله بها. نعظم الله بالذبح والنحر لوجهه سبحانه، له وحده لا شريك له، لكن لا نذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. لو كان التعظيم هذا جائزا لتنافس الصحابة في حياته فذبحوا له. هل سمعتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا جاء وذبح لرسول الله في حياته؟ فجاء مثلا جاء بناقتين أو بعيرين فقال: هذا أنحره لله وهذا حره لك يا رسول الله. أو قال جاء بذبيحتين أو بشاتين فذبح الأولى قال: هذه بسم الله والله أكبر أذبحها لله، وهذه باسمك يا محمد أذبحها لك. أبدا. إذا لم يفعلها الصحابة في حياته، لم يفعلها علي رضي الله عنه، لم تفعلها فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها وعليها السلام، لم يفعله الحسن والحسين عليهما السلام، لم يفعله أئمة أهل البيت من بعده، فما الذي جاء بأقوام في آخر الزمان يذبحون للولي وللضريح وللقبر وللمزار وللمكان، يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى؟ هذه من أخطر الأمور. طيب نحن نسألهم نقول يعني هذه الأمور التي يفعلها أولئك لو جازت، لو كانت أمرا مشروعا من الدين، لو كانت أمرا مشروعا من الدين لأمر بها رسول الله صحابته أن يفعلوها. يعني لاحظ مثلا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هو أمر مشروع في دين الله عز وجل، ولذلك قال: صلوا علي فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. هذا إجلال وتعظيم وعبادة. الصلاة والسلام على رسول الله عبادة، وعلمنا إياها وأمرنا بها وبشرنا بالأجر والثواب عليها. طيب لو كان الذبح لغير الله عبادة جائزة، لو كان الذبح للحسين ولا للإمام الحسن عليهما السلام، أو الذبح لفاطمة الزهراء، أو الذبح للسيد البدوي، ولا الذبح لأحد من الناس جائزا، لماذا لم يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان رسول الله لا يعلم لا يعرف لا يدري، ونحن بعد موت نبينا عرفنا ودرينا وعلمنا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يعلم ويعرف ويدري لكنه سكت وصمت ولم يخبرنا؟ وهو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا فكتمه عنا، أم أن ذلك دين
رأيناه جميلا استحسناه وأعجبنا وأردنا أن نفعله فأضفناه على دين الإسلام وزدنا على الإسلام شيئا جديدا اسمه أن نحج وأن نسافر وأن نذهب حجا طويلا كما نحج إلى مكة، أن نسافر وأن نحج إلى القبور ونذبح لها وننحر لها ونطوف بها وندعو ونصيح ونلطم ونبكي عندها. طيب هذا الفعل هل هو من الدين أم لا؟ فإن كان من الدين فلماذا لم يخبرنا الله به؟ والله عز وجل يقول في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كان هذا من الدين لماذا لم يخبرنا الله به؟ لماذا لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه؟ وإذا لم يكن من الدين فلماذا نزيد على الدين من عندنا؟ لو فتحنا المجال والزيادة والاقتراحات والتحسينات والتكميلات على أمر الدين لأصبح القرآن 1000 مجلد كل يزيد عليه، ولأصبحت أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عشرات الآلاف من المجلدات. لأصبح الدين شيئا كل يزيد عليه، كل ما جاءتي 100 سنة 200 سنة يأتي أناس جدد ويزيدون على الدين. لكن القرآن هو القرآن، كأننا نقرأه الآن كأنما جبريل عليه السلام نزل به الآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه مسألة في غاية الأهمية، ولذلك العاقل لا يقبل البدع. كلما جاء أحد وابتدع في الدين شيئا جديدا، إذا كان الناس مساكين لا يفقهون لا يفهمون لا يدرون لا يعرفون لا يعلمون، تنطلي عليهم الحيل وتنطلي عليهم البدع وتنطلي عليهم الأفكار. لكن إذا كان الناس عندهم العقل ويعملون العقل، إذا جاء أحد وقال لهم عن البدع شيئا وقال افعلوا هذه البدع، قالوا ممتاز، ولكن من الذي أمر بهذا؟ أنت الذي أمرتنا بها يا فلان يا علان، أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أم هو في كتاب الله أمر من الله في القرآن الكريم؟ فإن كان في القرآن أرنا الآية، أسمعنا آيات القرآن التي تأمرنا بهذا الشيء الذي تفعله أو تأمرنا بفعله. إن كان من كلام رسول الله بلغنا هذا من كلام رسول الله. ولا يأتي أحد يقول نعم هذا من كلام رسول الله فقد روى أئمتنا وروى سادتنا عن رسول الله كذا. طيب أين السند؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه رجل عن رجل عن رجل عن رجل، كل هؤلاء الرجال عدول ثقات صادقون مؤمنون صالحون ليس فيهم فسق ولا ضلالة، كل ينقل عن الآخر ما سمعه الأول من رسول الله ينقله للثاني والثاني للثالث، إلى أن وصلتنا الأحاديث في عصر التدوين الكامل، كما رأينا في صحيح البخاري رحمه الله، في صحيح الإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وإلى غير ذلك. أي حديث لا يصح سنده يقول علماء الحديث ردوه. أحيانا بعض الأحاديث يقال لا يقبل هذا الحديث لأنه رواه فلان عن فلان عن فلان، ويأتي يقفز درجة معينة يرويه عن من هو أعلى منه، ولكن هذا الذي روى عن الذي أعلى منه ما رآه ما عاصره لم يكن في زمانه ما أدركه ما قابله، فيقولون هذا حديث انقطع من سنده راو أو راويان فهو معضل منقطع، فلا يقبلونه، حتى لا يأمرون الناس بشيء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مباشرة ويسقط فيه الصحابي في السند في الرواية يسمونه الحديث المرسل، فلا يقبلونه ويعدونه من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها. ليش؟ حتى لا نأمر الناس بأحاديث ما صحت عن رسول الله ولم تثبت عن رسول الله ولم تثبت في دين الله. إذن هذه القضايا التي نسمع ونرى كثيرا من الناس يفعلونها، من الذي علمهم بذلك؟
والله الذي لا إله إلا هو بعيني هذه وبأذني هذه، ونحن نطوف بالكعبة في هذا الحج الماضي القريب، ونحن في زحمة الطواف، طواف الإفاضة، لما جئنا عند المقام إبراهيم، إذ بي أسمع امرأة تقول يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، فالتفت إليها قلت يا أختي قولي يا الله، أنت جئت من طهران، جئت من إيران، جئت من مكان بعيد، قولي يا الله. ورضي الله عن فاطمة وأرضاها سيدة نساء أهل الجنة، لكن جئت من إيران تطوفين ببيت الله ثم تدعون أو تدعين أحدا غير الله وأنت تطوفين ببيت الله، هذه من أعظم الأمور. لذا الذين يعملون العقل، الذين يشغلون العقل، الذين يستثمرون العقل، لا تقبل عليهم الخرافات. أنا أستطيع لو وجدت مثلا، أستغفر الله وأتوب إليه، لو وجدت أحدا يريد أن يطيعني بأي طريقة أقول له قال علماؤنا إنني بعلمي بمكانتي مثلا أستحق عليكم أن تعطوني مالا من جيوبكم، أعطوني الآن، أعطوني. هذا عندنا في الكتب. يمكن أحد العوام وأحد الجهلة يعطيني مسكين يتقرب إلى الله، لكن لو أحد عنده عقل قال لا ما نعطيك، لا نعطيك لا يورو ولا تومان ولا ريال ولا دولار ولا باوند ولا غيره، أين الدليل أننا نعطيك؟ الله عز وجل أمرنا أن نعطي الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. نعطي الصدقة لمن؟ للفقراء والمساكين، ما هي للعلماء والمشايخ. الزكاة والصدقات ليست لعمامتي أنا ولا عمامة الشيخ أبو المنتصر البلوشي ولا لجيبي ولجيب الشيخ أبو المنتصر. نأمركم بالزكاة والصدقات، اعطوها الفقراء، لا تعطوني أنا، لا تعطوا الشيخ، أعطوا فقراءكم. أختك الفقيرة وأمك المريضة وقريبتك وبنت أختك وخالتك وعمتك المسكينة المستحقة، أعطيها الزكاة والصدقات. ما قال الله إنما الصدقات للعلماء والمشايخ وخدام الأئمة وخدام الضريح، لا، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف، فريضة من الله. ما جعل الله في أموال الناس حقوق للعلماء، في أموال الناس حقوق للعمائم وللبشوت والمشايخ، لا، جعل الله المال منكم لفقرائكم وليس منكم لجيوب علمائكم. أين العقل؟ الذي عنده عقل أقول له أعطيني مال، قال لا. نحن نقرأ في القرآن ونعرف السنة أن المال للفقراء والمساكين والوجوه 8 التي ذكرها الله في القرآن. لكن إذا كان الناس لا يعملون عقولهم، أعطونا البركة، أعطونا كذا، أعطونا كذا، فيصدقون ويدفعون الأموال. شكرا شيخ. خدمة، بارك الله فيك. میگه ما هم شما میفرماد که ما همچنان از نقش عقل در شناخت حقیقت و مراد خداوند و مراد رسول خداوند هستیم. اگر شرک امری جایز می بود خداوند از اون نهی نمی کرد. تعظیم کردن دیگران جایزه، لیکن تعظیم 2 نوعه و ما خدا رو با دعا تعظیم میکنیم، با قربانی تعظیم میکنیم، با نماز تعظیم میکنیم. هر عبادتی رو که خداوند برای خودش شرع کرده و یا پیامبرش شرع کرده، اون عبادت ها برای تعظیم خداونده. اما تعظیم نوع دوم برای کسانی است که بر ما حق دارن، لیکن نه مثل خداوند اونها رو تعظیم کنیم. رسول خداوند بر ما حق داره، تعظیمش واجبه، لیکن نه تعظیمی که مخصوص خداونده. ما خداوند را با سجده تعظیم میکنیم. آیا بر رسول جایزه که سجده بکنیم؟ بلکه یکی از صحابه پیامبر علیه السلام اجازه خواست که همچنان که بعضی از ایرانیان به پادشاهانشون سجده میکنن، به ما اجازه بده که ما هم تو رو سجده بکنیم. پیامبر شدیداً این کار نهی کرد و فرمود که اگر سجده بر کسی جایز می بود بر غیر خداوند، من دستور می دادم که زن بر مردش سجده بکنه.
و رسول اکرم منزلت و مقام خودش را میشناسد، مقام و منزلتش در نزد خداوند میشناسه، ولی با این حال اجازه سجده به خودش را نمیده. در صورتی که او از پیامبران و اولوالعزمه، بلکه او سرور فرزندان بنی آدمه. در تعظیمش واجبه، درجه تعظیمش از بقیه بشر بیشتره، لیکن نه به شکلی که به عبادت در بیاد که به عبادت خداوند شبیه باشه، مثل قربانی کردن. اگر چنین تعظیمی جایز می بود، صحابه پیامبر او را تعظیم می کردن و به همین شکلی که امروز برای غیر خداوند میشه. آیا هیچ کس یاران پیغمبر، صحابه پیامبر، برای پیامبر خدا قربانی میکرد؟ میگفت بسم الله، یک قربانی میکش به اسم خدا، یکی دیگری میکش به اسم پیغمبر؟ هرگز چنین کاری نکردند. علی چنین نکرد، فاطمه بتول چنین کاری نکرد، حسن حسین علیهم السلام چنین کاری نکردند و هاکذا بقیه ائمه اهل بیت. پس در آخر زمان اینهایی که این کارها را انجام میدن، اینها را از کجا آوردند؟ اگر چنین کارهای مشروع می بود، جایز می بود، پیامبر اونها رو بهش اجازه میداد. درود بر پیامبر، تحیت بر پیامبر واجبه، مشروعه، ولذا پیامبر دستور داده که هر کسی که به من یک بار درود بفرسته، خداوند 10 بار براش درود میفرسته. چرا؟ چون چنین کاری مشروعه، جایزه. و بلکه درود بر پیامبر عبادته، ولذا این به ما آموخته. اما قربانی بر غیر خدا رو ما نیاموخته و بلکه از اون نهی کرده. اگر ذبح یا قربانی به غیر خداوند جایز می بود، برای حضرت حسین یا بر بدوی یا بر دیگران، چرا پیامبر اون رو مردم نیاموخت؟ آیا پیامبر نمیدانست در آخر زمان افرادی پیدا شدند که میدونند؟ آیا میدانست و مخفی میکرد؟ با وجودی که او ناصح‌ترین فرد و دلسوزترین فرد برای این امت بود. یا اینکه این شعائر دینی، این بدعت‌های دینی من در آوردی بعدها اضافه شده و ماها اضافه کرده ایم. آیا پیامبر ما آموخته که به حج خانه خدا برویم یا قبرها را طواف کنیم، سینه بزنیم، زنجیر بزنیم؟ اگر اینها دینه، چرا پیغمبر خدا اینها رو به ما نیاموخته؟ اگر از دین نیست، پس چرا در دین خدا بدعت بگذاریم، خود به دین اضافه کنیم؟ اگر قرار بر این باشه که هر کسی به دین خودش چیزی اضافه کنه، این قرآن الان ما 10 جلد میشد. ولی قرآن همون قرآنه که جبرئیل بر پیامبر نازل کرده و هیچ باطلی را درش راه نیست. ولذا انسان عاقل بدعت رو قبول نمیکنه، دین من در آوردی رو قبول نمیکنه. وقتی که مردم عاقل باشن، از عقل خودشون استفاده کنن، گرفتار شرک و بدعت نمیشن. برای که تا بدعتی رو ببینن، تا کسی بدعتی دعوت کنه، فوری سوال میکنن که این از کجا آوردید؟ اینو از کجا آوردید؟ دلیل چیه؟ از قرآن دلیل چیه؟ از سنت دلیل چیه؟ اگر کسی ادعا بکنه که بله اینها رو اهل بیت گفتند، پیامبر گفته، فوری سوال میکنه که خب سندتون چیه؟ مدرکتون چیه؟ احادیث پیامبر همه تدوین شده، تا عصر تدوین به دست ما رسیده. هر حدیثی که سندش درست نیست، علما میگن که اونها رو دور بندازید. و حتی حدیث معضل و منقطع رو نمیپذیرند، بلکه حدیث تابعی رو که صحابی رو ذکر نکرده باشید، با وجودی که در خیر قرونه، مرسل میدونند و ضعیف میشمارند. همه این سختگیری ها برای که مردم از احادیث نادرست استفاده نکنند. پس این اعمالی رو که امروز بعضی از مردم انجام میدن، این بدعت هایی رو که انجام میدن، اینها رو از کجا آوردن؟ میگه به خدا قسم، من امسال در حج یک خانومی رو دیدم در مقام ابراهیم، میگفت یا فاطمه
به جای خدا خوندن فاطمه را صدا میکرد. گفتم ای خواهر من بگو یا الله، شما از ایران اومدی که طواف خانه خدا بکنید و از غیر خدا کمک بطلبید؟ اینو در پرانتز بگم که جز ایرانیان یا شیعیان کس دیگه، بعضی از شیعیان کس دیگه این کارا نمیکنه. و من هم میتونم ادعا کنم ایشون میگه که علمای ما چونی گفتن، من سزاوار مالم، بیای به من مال بدید. اگر کسی عاقل باشه، مقصودش خمسه، اگر کسی عاقل باشه میگه خب دلیل چیه که ما بهت مال بدیم؟ دلیل از قرآن چیه؟ الان تلفن ها باز میکنم. گوش خدمتتون باشه جناب. الو، گوشی خدمتتون باشه. بعد خداوند نگفته که صدقه ها رو به معممان بدید، به عباپوشان بدید، بلکه گفته به فقرا بدید، به مساکین بدید، به ابن السبیل بدید، مصارف هشتگانه زکاتو. و مال مردم مال ابا و عمامه نیست. پس عقل کجاست؟ چرا عقل رو به کار نمیگیرید؟ کسی که مال بخواهد و دنیا بخواهد، انسان عاقل فوری ازش سوال میکنه که دلیل چیه، مدرکت چیه. همه اینها اشاره به مالخوری بعضی از معممانه. يا شيخ تسمح إذا اتصل حدا أحسن لما از این لحظه تلفن بازه، از این لحظه تلفن بازه و سعی میکنیم که تلفن های شما رو بگیریم. ولی قبل از اینکه تلفن شروع بکنیم از استودیو شروع میکنیم که اگر شما سوالی دارین اینجا پس لطف کنید این بفرمایید بگیرید و متاسفانه کسی نداریم که بیاد. کسی هست که دوربین بگیره از بیرون؟ اون دوربینه فکر کنم اون باشه. دوستان صبر کنید من تلفن‌های استودیو رو بگیرم بعدش. بله بفرمایید. بفرمایید جناب. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. تمام بینندگان تلویزیون وصال. استاد محترم سوال می است که بعضی از برادرای بعضی وقت این سوال پیدا شده، البته تعلق به عقل داره، به خاطر از اینکه در روایات مردم میگن که امام حسن رحمت الله علیه اونا زیادتر از 72 بار ازدواج کردن و بعضی از مردم میگن که عقلا این قابل قبول نیست دیگه. آیا این درست است؟ سند این مسئله درست است، صحیح است یا نیست؟ هر کجا این حقیقت دارن؟ دلیل از این چی بوده که اینقدر نکاح کرده امام حسن رضی الله تعالی؟ چشم. شما سوال دارین؟ شما سوال دارین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از طریق تلویزیون وصال برای میمان عزیز ما خوش آمدید میگم و تشکر از استاد محترم که برای ما وقت داد که سوال کنیم. سوال ما به ارتباط از اینکه ما در جامعه خود، چی در ایران چی در کشورهای دیگه اسلامی باشه، برادرای خود یا مسلمانای خود در این مشکلات میبینیم. موقف ما من حیث طلاب علم و یا من حیث علما و من حیث بیننده از این برنامه امشب که از کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم با خبر شدیم و در اینجا هیچ دلیلی وجود نداره که ما بی خبر، اگر بی خبر هم بودیم الان خبر شدیم. موقف ما در مقابل دیگر دوستای ما که می باشه، همسایه های ما می باشه در منطقه، موقف ما چی است؟ ما چی باید بکنیم در این عرصه؟ تشکر. چشم. خیلی متشکرم. خب این دو تا سوال از استودیو و الان بقیه سوالا رو الان تلفن بازه. اگر کسی زنگ بزنه از این لحظه تلفن
باشه. تلفن قطع میشه، نمیدونم چرا تا زنگ میزنه قطع میشه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما، بفرمایید جناب. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید جناب. خسته نباشید. خوشحالیم که دوباره روی ما شما را میبینیم. سلامت باشین، لطف دارید. همینطوری گفتیم یه سلامی عرض بکنیم و علی خود را ابراز کنیم از زنده مشاهده شما. سلامت باشید. سلام مرا به مهمانتان برسونید. خیلی متشکرم. آقای دکتر با اجازه. قربان شما، خدا یار شما باشه. سلام علیکم، بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما مولا. سلامت باشین. این دوربینو باز. سلام. سلام بر شما، بفرمایید. بله، من از بلوچستان زنگ میزنم. بله. حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم، بفرمایید. پلیس سوالتون رو مطرح فرمایید. من سوال دارم. چند نفر از منطقه چند نفر از منطقه ما دو نفر از منطقه ما شیعه شدن، اینا چجوری مطلبشون؟ خب بسیار. یعنی چجوری مطلبتون؟ یعنی چی؟ سوال واضح نیست. بله، دو نفر شیعه شده. خب بله. سوال چیه؟ سوال در چیه؟ دو نفر مردم ما شیعه شدن، مطلب اینا چجوریه مثلا؟ یعنی چجوری؟ خب سوالتون واضح تر بگید. من از بلوچستان. نه عزیزم، من نپرسیدم از کجا. دو نفر شیعه شده. خب سوال در کجاست؟ بلوچستان مثلا. عزیزم من متوجه شدم. این شما 3 بار تکرار کردی. سوال دو نفر شیعه شده، سوال در چیه؟ بله، یعنی میگن اینا چجوری رفتن، یعنی اینا رفتن میگه به ما مثلا دولت پول میده. خب میگه پولش میده، اینا رفتن برای پول هیچ هم ندادن، الکی رفت شیعه شدن دیگه. از با همه مردم اونا را سلام علیک نمی کنن، میگه اینا شیعه هم پیش خودشون بمونن. بعد دیگه اینا با کسی رفتن فقط میرن با سپاه و چه بسیج و پاسکا سینه میزنن و همکاری همونجا هستن دیگه. بعضی موقع تو خونهشان میگه پیش ما. بسیار، خیلی متشکرم. ما با اینا سلام علیک کنیم یا رفتار کنیم یا نه، اینا دیگه با مذهب ما فرق دارن. چشم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. زنده باشید. خدا حافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید. عراق بفرمایید. الو. جانم، از عراق هستید؟ الو. دکتر جان. علیکم السلام و رحمت الله. از عراق هستید؟ از کردستان عراق؟ بله دکتر جان، خوشحالیم دوباره شما رو میبینیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله. من همون پسری بودم که چند وقت پیش خدمت شما زنگ زدم از علی الهیات که گفتم به دین اسلام مشرف شدم. الله اکبر. بله. خواستم خدمت شما و مهمان گرامی سلامی عرض کنم. سلامت باشین. قربان شما. سلامت باشین دکتر جان. زنده باشین. خدا یار شما باشه. خدا حافظ شما. خدا حافظ ناصر شما باشه. سلام علیکم. ایران بفرمایید. الو. ایران صدا ندارید. تاجیکستان بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خیلی خوشنودم که جناب دکتر باز در پخش زنده میبینمتون. سلامت باشین. سوال دارم در باره جنازه حضرت حسین در روزی شهادت رسیدن در دشت کربلا. از روی روایت هایی که نقل میکنند 124 قوم بیش پیغمبر با سرداری پیغمبر خدا علیه السلام سر مبارک رو جنازه کردم. تو چی اندازه این گفت جای حقیقت دارد یا باطل است میفهمونید؟ بسیار خوشحال میشم. خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، بفرمایید. امریکا هستید؟ سلام علیکم، بفرمایید. طيب یه خورده اجازه بدین. قطر بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. که بفرمایید. شما کجایید؟ شما کجا رو گرفتید؟ لندنه؟ لندنه، بله بفرمایید. حالت خوبه ملاقات قربان شما، بفرمایید. بفرمایید. حالت خوبه؟ قربان شما، زنده باشین. سلام باشید. ما برنامه شما نگاه میکنیم، خیلی خوشحالیم. سلامت باشید، لطف دارید. به خصوص مهمان گرامی شما خواهش میکنم. دعا خیر کنید. زنده باشین، خدا یار شما باشه. گلاب های اینجا سلام میرسانه به شما. سلامت باشین، خیلی خیلی متشکرم. همشهری شما هست. سلامت باشین، خدا حفظتون میکنه. برادر مردم شما میشناسید. خدا حفظتون میکنه. خیلی متشکرم. فرمایش دیگه نداری؟ خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. سلامت باشین. ایران بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. دکتر جان شما خوب؟ خیلی متشکرم، زنده باشین، بفرمایید. خوش آمدید. خیلی خوشحال شدیم از زیارت مجدد شما دکتر جان. سلامت باشین، زنده باشید، بفرمایید. عبدالکریم هستم از ترکمنسرا. اگه حضور زنده داشته باشید دو سه بار مزاحم شده بودیم دکتر جان. خواهش میکنم، مراحمید، بفرمایید. دکتر جان همونجوری که خودتون میدونید سوال داشتم باز معذرت. بفرمایید. من قبلا از شبکه شما و از شبکه کرمم مثلا تهمت هایی که در مورد وهابیت میزدن یه دستگرفته برنامه های شنیده بودم. بله. الان اینجا تو منطقه خودمان همونجور که میدونین در این مورد مثلا حرفای زیادی زده میشه. بله. ما در مجالسی که میشینیم خودمونم مثلا در این مورد صحبت میشه. اینا که مثلا قبلا میگفتن وهابی اینجوری مثلا به زیارت قبول ندارن فلان، یه دلیل قانع کننده نمی آوردن واسه ما که مثلا ما چیز بشیم، قانع بشیم. بله. بعد چند بار که تو برنامه آقای هاشمی یا برنامه شما هم که من دیدم که مثلا با از قرآن و از حدیث اینا دلیل می آوردین که آقا به همین دلیل درست نیست. بله. بعد این حجت واسه من قبول واقع شد. ولی من اینجا یه ضعف مثلا تو خودم احساس میکنم که مثلا اینجا که میخوایم بشینیم صحبت میکنیم نمیتونم دقیق مثلا قانع کنم. از شما یه خواهشی داشتم دکتر، شاید مثلا شما قبلا در این مورد برنامه داشتین یا مفصلا توضیح داده باشین در این مورد. یه خواهش دارم اگه همون برنامه اگه میتونی یه پخش مجدد کنی یا یه برنامه مجدد در چه موردی؟ در چه موردی؟ در مورد این وهابی اینا که مثلا نسبت میدن به وهابی میگن در مورد زیارت، یعنی کلا که مثلا وهابیت نسبت میدن هم زیارتش که مثلا میگن اینا مخالفن در همون مورد که مثلا شما که از قرآن این مطالب زیاده در این مورد. خب کلا که نمیشه گفت. در این مورد باید یک کتاب خوند، حداقل یک کتاب باید بخونی در این مورد. چشم اولی توضیح مثلا یه برنامه‌ای که باشه که الان مثلا نیم ساعت هم باشه یه ساعت هم که باشه مثلا شبهاتی که در این مورد هست مثلا اینا شما برنامه رو پیگیری بکنید. حتی برنامه تکراری بنده اکثرا در همین موارده. نه من منظورم شاید نتونستم بفهمم دکتر جان. منظورم اینه که مثلا اینا میگن به همین دلیل مثلا شما مثلا بگین آیه فلان قرآن به همین دلیل اینو رد میکنه.
من دلیل های همینجور به خصوصی میخوام یا مثلا اگه تو سایتتون یه همچین چیزی داشته باشین راهنمایی کنین، آدرس بدین من بتونم مثلا مرجع کنم بگیرم، یه تو ذهنم ملکه باشه که مثلا بتونم کسی که همچین حرفی بهم زد بگم آقا طبق همین آیه طبق همین دلیل حرفش هم مثلا نادرسته. چشم تونستم منظور چشم. ممنونم دکتر زنده جان. باشین. مزاحم شدیم. زنده باشین. خدا یارشون. مهمان عزیزتونم سلامت کنید. سلامت باشین. خدا یارشون. خدا